بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، مصنف حفظه الله میگویند که المطلب الثاني الخبر المردود وفيه ثلاثة مقاصد. مطلب دوم خبر مردود است. خب مطلب اول چی بود؟ مطلب اول خبر مقبول بود که عبارت از صحیح و حسن بود که صحیح به دو قسم تقسیم میشد، صحیح لذاته و صحیح لغیره، و حسن هم به دو تقسیم میشد، حسن لذاته و حسن لغیره، که همه اینها خبر مقبول هست و خبر مقبول هم در نوبت خود به دو قسم تقسیم میشد، خبر مقبول معمول به و غیر معمول به. آن حدیث مقبول لیکی با آن عمل کرده می شود و آن حدیث مقبولی که با آن عمل کرده نمی شود، که همه این در بالا گذشت. و امروز مصنف رحمت الله علیه مطلب دوم را ذکر کردند که عبارت از خبرهای مردود است. عموم خبرها برادرای عزیز به دو قسم تقسیم می شود: خبرهای مقبول، خبرهای مردود. خبر وقتی که رسیده می آید، خواه خبر دینی هست، خواه دنیوی هست، عموم خبرها، خواه خبرهای گذشته، خواه خبرهای آینده، خبرها به دو قسم تقسیم می شود: مقبول و غیر مقبول. مقبول یعنی قبول میکنیم، خبر درست است. غیر مقبول رد میکنیم، مردود است، برای آنکه غیر قابل قبول است، خبر دروغ است، یا خبری هست که تصدیق خود را حالا نیافته است، در قطار حکم مردود می ایستد تا آن زمانی که راست بودن آن خبر تصدیق خود را یابد. بعد گفتن که و فیه ثلاثه مقاصد، و در مطلب دوم سه مقصد ها هست. در طبعه های اول ثلاث مباحث میگن، سه مبحث ها هست. المقصد الاول الضعیف، مقصد اول ضعیف، یعنی اولین مبحثی که الان ما درباره آن حرف میزنیم این عموم خبرهای ضعیف است. المقصد الثانی، مبحث دوم المردود بسبب سقط من الاسناد. آن حدیث ها، آن خبرهایی که مردود است به سبب سقط در اسنادش، در اسناد کسی افتیده است، خواه از طرف بالا از طرف صحابه های تابعین، خواه از طرف پایان از طرف استاد راوی، یا از مابین یک نفر یا دو نفر یا بسیار از این. وقتی که از اسناد کسی افتیده است، این یکی از سبب‌های رد شدن خبر است، برای اینکه خبر متصل نیست. المقصد الثالث المردود بسبب طعن فی الراوی، مقصد سوم خبرهای مردود و به سبب طعن در راوی حدیث مطعون است، یعنی شخصی که حدیث را روایت میکند، خبر را روایت میکند، مطعون هست. مطعون یعنی طعنه زده شده هست، یعنی عیبدار کرده شده هست، مجروح هست، جرح کرده شده است از جانب علمای جرح و تعدیل. همین سبب می شود که حدیث رد کرده شود. خب الخبر المردود و اسباب رده، گفتم خبری مردود، خبرهایی که قبول نیست، رد کرده می شود، و اسباب رده و سببهای ردش. برای چی ما خبر را قبول نمی کنیم؟ برای چی آن خبر مردود است و مقبول نیست؟ سببها دارد. واحد تعریفه، تعریفش چی است؟ شناسایی با خبری مردود. هو الخبر الذي لم يترجح صدق المخبر به، خبری مردود خبری است که راستگویی خبردهنده راجح نشد، وزنی نآمد، یعنی طبق قانونها و قاعده های علم مصطلح الحدیث راستگویی راوی اثبات نشد،
هر حدیثی که راستگویی خبر دهنده اثبات نشده است آن خبر مردود است. و ذلك بفقد شرط او اکثر من شروط القبول التي مرت بنا في بحث الصحيح. برای چی راستگویی راوی دیده نشد یا که راجح نآمد؟ برای آنکه شرطهای صحیح گم شد در این راوی که 5 شرطهای صحیح بود، یک شرط یا اینکه زیاده از یک شرط وقتی که از همین راوی دور می شود در این صورت حدیث مردود می شود. خب اقسامه و اسباب رده گفتم قسمهایش، یعنی این دلالت می کند که حدیثی ضعیف قسمهای زیاد دارد، مانند حدیثی صحیح به 2 قسم تقسیم نمی شود، صحیح لذات صحیح لغیر، حسن لذات حسن لغیر، هر 2 قسمش 2 نوعی تمام خیلی نیست. حدیثی ضعیف قسمهاش زیاد است. لقد قسم العلماء الخبر المردود الى اقسام كثيرة. در حقیقت علما رحمت الله علیهم خبرهای مردود را به قسمهای بسیار تقسیم کردند. در حاشیه مؤلف میگن که بلغ بها بعضهم نیفا و 40 قسما. بعض علما اقسام حدیث ضعیف را به 40 چند قسم برده رسانیدند. نیف به معنای چند، یعنی عددی معین نیست و 40 چند میگوییم. و بعضی ها به 50 برآورده رساندند، بلکه بعضی علما رحمت الله علیه به 500 نوع 500 نوع حدیث ضعیف برده رسانیدند. لیکن اون 500 نوعی که گفتم بسیارش نام ندارد، یعنی یک قسم از حدیث های ضعیف است یا تقسیمات زیادتر است، لیکن بهترش اطراف 50 نوع حدیث ضعیف است. خب وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها. به بسیار از این قسمها نامهای مخصوص نام گذاشتند. نامی مخصوص یعنی یک قسم حدیث ضعیف است ولیکن نام دارد. و منها ما لم يطلقوا عليها اسما خاصا بها. از جمله حدیث های ضعیف حدیث های هست که نامی خاص ندارد، بل سموها باسم عام و هو الضعیف، بلکه او را با اسم عام نامگذاری کردند که او ضعیف است. حدیث ضعیف میگن تمام. اما اسباب رد الحدیث فکثیرة. اما سببهای رد حدیث ضعیف خیلی بسیار است. لكنها ترجع في الجملة الى احد سببین رئیسیین. لیکن جملتاً اگر گوییم سببهای رد خبر رد حدیث به 2 سبب رئیسی باز میگردد. 2 سبب اساسی هست. هما الف سقط من الاسناد باء طعن في الراوی. اون 2 سبب رئیسی این است که سقط در اسناد است، در اسنادش چیز ساقط شده است، یا که طعن فی الراوی، طعن در راوی هست، در راوی جرح است، راوی را کسی طعن زده است، گفته است کذاب است، دروغگوی است یا سیء الحفظ است، ذهنش خوب نیست، حدیث ها را غلط از خود میکند یا در درس ها خواب میرود، این طعن در راوی هست. حالا شخصیت های هستند که در وقت درس حدیث خواب میرفتند، شخصیت های پیدا شدن که نام های آنها را در کتاب ها جمع کردن که فلانی در درس خواب میکرد. از حمایه این دین مقدس اسلام، از حفظ حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. بنابراین امام بخاری وقتی که رحمت الله علیه در خواب دیدن که از روی مبارک رسول الله پشه ها را دفع میکردن، خواب دیدن امام بخاری که پیامبر صلی الله علیه وسلم نشستند، پشه ها آمده میخواهد بر روی مبارک بشیند، اما امام بخاری پشه ها را دفع میکردن، پشه ها را سور میکردن از روی مبارکی پیامبر صلی الله علیه وسلم. وقتی که خوابشون به استادشون اسحاق ابن راهوی نقل کردند، گفتند که تو از رسول الله صلی الله علیه وسلم سخنهای دروغ را دفع میکنی.
آن سخنهایی که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت داده شده است، آن سخنها رو از پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفع میکنی، یعنی که این سخنی پیغمبر نیست گفته دفاع میکنی، در حقیقت تعبیر خوابشان درست برآمد. امام بخاری رحمت الله علیه از جمله چنین علما گشتند. طعن فی الراوی، طعن در راوی. و تحت كل من هذین السببین انواع متعدده، در زیر این دو سبب‌های رئیسی که باعث رد خبر است، باز نوعهای گوناگون هست، نوعهای گوناگون حدیث ضعیف است. سأتکلم علیها بثلاثه مقاصد، منظور است که در سه نقطه ها، در سه مبحث ها در این باره برای شما سخن میکنم. مستقله، سه مقصدی علاهیده گفتم، سه مبحث علاهیده سخن میکنم، مفصلتین بتفصیل ان شاء الله تعالی گفتم. خب، مبتدئا بمقصد الضعیف، شروع میکنم این سه مبحث ها را با مبحث ضعیف. الذي يعد هو الاسم العام لنوع المردود، کلمه ضعیف این یک عنوان و یک نام عام حساب می شود به نوع خبرهای مردود، یعنی اسم عام. تمام حدیث هایی که مردود است نام اون ضعیف است. المقصد الاول، صفحه 78. المقصد الاول الضعیف، مقصد اول حدیث و خبر ضعیف است. تعریفه الضعیف لغة ضد القوی، ضعیف در لغت عرب ضد قدیم است، ضد قوی است، یعنی بی قوت است، ضعیف است، ناتوان است. و الضعیف حسی و معنوی، ضعیف حسی می شود، حس می کند ضعیفی او را، لاغری او را، بی قوتی او را. و معنوی می شود. والمراد به هنا الضعف المعنوی، مراد در اینجا وقتی که ما حدیث ضعیف، خبری ضعیف میگوییم، مراد در اینجا ضعیف معنوی هست. شاید راوی باشد که راوی عظیم جثه، راوی صاحب قوت هست، ولیکن راوی ضعیف حساب میشود، یعنی ضعیف معنوی، نه ضعیف قوتی. وقتی که ما یا راوی ضعیف میگوییم معنی اینا ندارد که او جسما ضعیف است، شاید جسما قوی باشد و شاید هم جسما ضعیف باشد، مانندی که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وقتی که به بالای درخت بر آمدن و شمال آمده ازارشان را بالا کرد، مردم از باریکی ساقهای پایشان خنده کردند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اتضحكون من دقت ساقیه، اتضحكون من دقت ساقیه، آیا شما از باریکی پایهای ابن مسعود خنده میکنید؟ آیا شما از باریکی و خرد بودن پایهای ابن مسعود خنده میکنید؟ والله انهما لاثقل فی المیزان یوم القیامه من جبل احد، قسم به نام الله این قدم های باریکی ابن مسعود که خنده کردید روز قیامت از کوه احد وزنین است در میزان پروردگار، در ترازوی پروردگار. روز قیامت در ترازوی روز حساب هم عملها برکشیده می شود و هم خود انسان برکشیده می شود، انسان خودش هم برکشیده می شود، شکلی که در حدیث ها میاد. خلاصه قوی یا ضعیف وقتی که میگوییم درباره حدیث و راوی، اینجا معنوی هست مراد. با اون اصطلاحا، یعنی در اصطلاح علمای حدیث ضعیف چی معنا دارد؟ هو ما لم یجمع صفت الحسن بفقد شرط من شروطه. حدیث ضعیف آن حدیثی که جمع نکرده صفتهای حسن را. برای چی؟ برای آنکه بفقدی، به سبب گم کردن شرط از شرطهای حسن، یکی از حدیثهای صحیح حسن شرطهاش نیست، بنابراین حدیث ضعیف شد. برای چی صحیحه نگفتن؟ بعضی علما رحمت الله علیهم میگن هو ما لم یجمع صفت الحسن و الصحیح. میگن حدیث ضعیف آن حدیثی که
صفتهای حسن و صحیح را جمع نکرده است گفتم. و بعضی علما مانند مصنف، مانند امام بیقونی فقط حسن نگفتند، برای آنکه مادامی که صفت حسن در این حدیث دیده نشود به طریق اولا که صفت صحیح دیده نمیشد. الله تعالی در قرآن گفت که فلا تقل لهما اف، به پدر و مادرت اف نگو گفت. وقتی که اف نگو گفت، از اف بالاتر دیگه همه چی رو در بر گرفت، زدن رو در بر گرفت که امام ابن حزم زدن اجازت میشمارد، زدن پدر و مادر، برای آنکه الله تعالی نهی نکرده است. در یگان جای قرآن و سنت الله تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتند که پدر و مادرت نزن، نگفتند، بنابراین زدن اجازت است. این یکی از باطل بودن بعضی اقوال های محمد ابن حزم ظاهری هست. لیکن وقتی که الله تعالی اوف نگوی گفت، از اوف یک کلمه ای که پدر و مادر را خاطراشون را شکسته میکند، از این سخن ناراحت میشوند. مادامی که میده ترین ناراحتی برای پدر و مادر اجازت نباشد، به طریق اولا از وای بالاتر اجازت نیست. وقتی که حدیث حسنه صفتهایش در همین حدیث دیده نشود، به طریق اولا که حدیث صحیح شرطهاش در این دیده نمیشد. قال البیقونی فی منظومته، امام بیقونی در منظومه اش گفت که و کل ما عن رتبه الحسن قصر فهو الضعیف وهو اقصى منکثر. هر یک حدیثی که از مرتبه حدیث حسن پایان شد، مرتبهش از حدیث حسن که پایان شد، فهو الضعیف، و این حدیث ضعیف است، و هو اقصى منکثر، و این بسیار قسمهای زیاد دارد. گفتم اثنانی تفاوته، آیا حدیث های ضعیف همش یخل است یا بین همدیگر فرق دارد؟ ما بعضیش باید قدر کنیم، بعضیش باید مثلا از اینش افضل دانیم، همین خیلی است، یا مادامی که حدیث شد همش مردود است. البته تفاوت هست، فرقیت هست. خیلی که در حدیث های صحیح فرقیت بود، صحیح لذاته بود، صحیح لغیره بود. غیر از این اعلی الصحیح ما علیه اتفقا، عالی ترین حدیث آن حدیثی که بخاری مسلم روایت کرده، با عالی ترینش آن حدیثی که هم بخاری هم مسلم روایت کردن و با متواتر باشد، با عالی ترینش آن حدیثی که هم بخاری روایت کرده هم مسلم روایت کردن و هم متواتر است و هم اسنادش از علمای و از ثقات و امام ها باشد مثلا. البته این کار فرقیت در حدیث های ضعیف هست، خیلی که فرقیت در حدیث های صحیح هست. خب فمنه الضعیف، از جمله حدیث های مردود ضعیف هست بقوه، و منه الضعیف جدا، از بین آنها حدیث هایی که به نهایت ضعیف است. و منه الواهی، از بین آنها حدیث های واهی هست، یعنی ضعیفی شدتش سخت، به نهایت ضعیفی سخت‌تر. و منه المنکر، از بین حدیث های مردود حدیثی است که به نام منکر است. و شر انواعه الموضوع، و بدترین نوعهای حدیث مردود این موضوع هست، یعنی بافته شده، قصداً بافته شده است از نام رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا آدم قلم میگیرد می نویسد از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم می بافد، نسأل الله السلامة والعافیه. این از همه بدترین نوع حدیث مقبول است. حتی ما باید برادری عزیز در بین همه چیز فرقیت هست. وقتی که یک نام به یک چیز گذاشته می شود، معنای اینه ندارد که مادامی که حدیث ضعیف است باید حدیث دیگر ضعیف است، هر دوش در ضعف برابر باشد. البته فرقیت ها دارد. و ما یهود دشمن است، و ما نصارا دشمن است، و ما مشرک ها دشمن است، و ما بت پرست ها دشمن است، عمومی مشرک ها. لیکن الله تعالی چی گفت؟ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الذین قالوا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. شما به نزدیکی میابید سخت‌ترین مردم از روی عداوت بدبینی به شما به مسلمان ها این یهود است، والذین اشرکوا، آنهایی که
با الله تعالی شریک آورد. اینها از همه دشمنی سخت‌تر و از همه نزدیکترین ولتجدن اقربا و نزدیکترین دشمن به شما الذين قالوا انا نصارى، اونایی که گفتن که ما نصارا هستیم. البته نصارا، دشمنی نصارا، عمومی نصارا از عموم یهود سبکتر است، آنها به ما نزدیکتر هستند. مثلا همین گونه هر یک چیز، فرقه ها هم مثلا خوارج هست، روافض هست، مثلا مرجئه هست، جهمیه هست، اینها مرتبه ها دارن. بنابراین اگر به کلام شیخ الاسلام تیمیه نگاه کنید، یا آدمی بد مثال میبیارن و میگن که و این آدم میگن با وجود اینکه بد هست از یک زمین مانند فلانی بهتر است، یا اینکه عکسش. یعنی خلاصه در بسیار چیزها فرقیت هست، از جمله در حدیث صحیح در حدیث ضعیف هم. اوها الاسانیدی، واهی ترین یعنی بی قوت ترین اسنادها. و بناء على ما تقدم في الصحيح من ذكر أصح الأسانيد، فقد ذكر العلماء في بحث الضعيف ما يسمى بأوها الأسانيد. چخیلی که در حدیث های صحیح اصح الاسانید گفته گذاشتن علما، صحیح ترین سندها، این چنین در باره حدیث های ضعیف هم و اسنادهای ضعیف هم گفتن که اوها الاسانید، واهی ترین یعنی بی قوت ترین اسنادها گفتن. وقد ذكر الحاكم النيسابوري، در حقیقت حاکم نیسابوری صاحب کتاب مستدرک ذکر کردن جملة کبیرة من اوها الاسانید، یا جمله بسیار از اوها الاسانید، از پسترین سندها، بیقوتترین حدیث ها ذکر کردن. بالنسبة الى بعض الصحابه او بعض الجهات والبلدان، نسبت به بعض صحابه ها، نسبت به بعض جهات ها و شهرها، یعنی نسبی، عام مطلق نه. مطلقا ضعیفترین اسناد این است نگفتند، نسبت به صحابه، نسبت به شهر. و اذکر بعض الامثله من کتاب الحاکم و غیره فمنها. من مصنف رحمت الله علیه میگم که من بعضی مثال ها رو از سخنهای حاکم و غیر حاکم در اینجا برای شما ذکر میکنم. فمنها، از جمله آنها، الفون اوها الاسانید بالنسبه لابی بکر الصدیق رضی الله عنه، بی‌قوت‌ترین اسنادها نسبت به حضرت ابوبکر، یعنی آن اسنادی که به ابوبکر رفته رسیده است، از همه بی‌قوت‌ترینش صدقه ابن موسی الدقیقی عن فرقد السبخی عن مره الطیب عن ابی بکر. این از همه اسناد ضعیف به ابوبکر است. اینجا طیب گفتیم خطا است، طیب میشه. با اون اوها اسانید شامیین، ضعیفترین اسنادهای اهل شام، محمد بن قیس المصلوب عن عبید الله بن زحر عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی امامه. این اسناد واهی ترین، بی‌قوت ترین اسناد شامی ها، مردم شام. جیم اوها اسانید ابن عباس رضی الله عنه نوشتن مصنف، باید رضی الله عنهما می نوشتن، برای آنکه وقتی که صحابه اگر ذکر شود و همراهش نام پدرش هم ذکر شود و پدرش هم مسلمان باشد، رضی الله عنهما گفته میشه. اوها الاسانید، بی قوت ترین اسنادها نسبت به ابن عباس رضی الله عنهما، الله تعالی راضی شد، هم از ابن و هم از عباس، هم از عبدالله و هم از عباس رضی الله عنهما. السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضی الله عنهما. از همه ضعیفترین اسناد در حق عبدالله ابن مسعود همین است. سدی صغیر، برای آنکه سدی کبیر هم است، محمد ابن مروان بعد نامش قید کردن، از کلبی، از ابی صالح، از ابن عباس رضی الله عنهما. یعنی از همه سندی ضعیف نسبت به ابن عباس رضی الله عنهما است. قال الحافظ ابن حجر هذه سلسله الكذب لا سلسله الذهب. این سلسله دروغ است، نه سلسله طلایی است.
خب مثاله مثال میارم به حدیثی که مردود است و یک سببش هم سندی مسلسل با ضعیف ها هست. ما اخرجه الترمذي من طريق حكيم الأثرمي. آن حدیثی که امام ترمذی روایت کرده از طریق حکیم اثرم عن ابي تميمة الهجيمي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا بامرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. خب این حدیثی که ترمذی رحمت الله علیه روایت کردن از طریق اثرم از ابو تمیمه الهجیمی از ابو هریره، این بسیار حدیثی اسنادش ضعیف است نه متنش. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کسی اتا حائضا به نزد حائض آید، یعنی ترجمه تحت اللفظی لغویش کسی به نزد حائض آید. حائض یعنی شخصی که زنی که حیض میبیند. آید اینجا به معنای علاقه جنسی کند. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم عادتاً و در اغلب احوالشان این سخنها رو با کنایه سخن میکردن. به خیلی که الله تعالی در قرآن با کنایه گفت. یکی شما به زن رسید گفت و مقصد مراد از کلمه رسید جماع هست. مذهب شافعی گفت که همین به زنک وقتی که رسیده طهارت تا میشکند گفت. عمومی لفظی کلمه رسیده گرفته، لیکن اینجا پیامبر صلی الله علیه و به معنای آمده نگفتن. کسی به نزد حائضه آید مراد جماع هست. این دلالت میکند که باید طالب علم، عالم، داعی وقتی که در منبرها علل خصوص در روزهای جمعه در جاهای جمعیتی سخن میکند باید لفظهای کنایه قدی سخن کند. لفظهای بی‌زیبا در خطبه های جمعه و در صحبت های عام استفاده نبرد، چون منهج قرآن و منهج پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین است. لیکن در وقت قاضیگی، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون در مقام قاضی بودند و به نزدشان مسئله حدود می آمد، اگه حکم یک کس سرش زدن هست، وقتی که یک صحابی آمده گفت که یا رسول الله زنیت فطهرنی، من زنا کردم مرا پاک کن، در آنجا پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کردی؟ گفتم مقصد از زنا چیست؟ زنا رو شاید هر که هر خیل فهمد. بعد با لفظهای کوچگی پرسیدم، کوچگی که ما شما استفاده میبریم، با همون لفظها آخرش ما آمده استفاده که همین کارو کردی؟ گفته پرسیدن که بله یا رسول الله، این خبرت برید سنسال کنید. گفتم خلاصه یعنی در همه جا استفاده نمیبردن. این ظاهری حدیث است، لیکن مراد چی گفتیم؟ زیناست. من اتا حائضا یعنی کسی که به نزد زنی حائضه آید مراد جماع کند، یعنی حائضه نفسا رو هم در بر میگیرد. در صحیح بخاری آمده است که وقتی که یکی از همسرهای پیامبر صلی الله علیه و سلم حیض دید گریه کرد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که مالک انفستی، چی شد به تو؟ نفاس دیدی؟ گفتن نفاس ما بسیارتر در اصطلاح به جای چی استفاده میبریم؟ به بعد خونی که بعد تولد می آید. انفستی آیا نفاس دیدی؟ گفتن مراد حیض بود، یعنی حیض و نفاس به یک معنا هم میاد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که با همسرش در حالت حایضی خفت و خواب کند کافر می شود گفتن در این حدیث مراد چی است؟ مراد نفسا هم هست، یعنی فقط منظور حایضه نیست. من اتا حائضا او امرأة فی دبرها او کاهنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی به نزد حائضه آید یعنی مراد جماع کند با زن حائضه، یا اینکه با زنی را از قفایش به قفا، از قفا به پیش اجازت است، حلال است، لیکن از قفا به قفا حرام است، یا اینکه به نزد فالبین آید. گفتم به نزد فالبین رود. من اینجا رود در اینجا به معنای رفتنی حقیقی است در کاهن، لیکن در حائض و زنی را در دوبورش اونجا به معنای جماع هست
و وقتی کاهین گفتن کلمه عطا به مقصد حقیقتش، یعنی رفته رود به نزد فولبین، در حقیقت با آن چیزی که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است کافر شده است. یعنی با آن چیزی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، یعنی به قرآن کافر شد و قرآن که کافر شد به الله تعالی کافر شد. خب در اینجا همسایه آوردنی علاقه با زن حائض یا اینکه با زن در قفایش با سحرگر یا جادوگر و فالبین، این دلالت به کبیره بودن این گناه میکنه. لیکن این دو گناهی که در ابتدا ذکر کردن اینها مخرج من المله نه، کفری که انسان از ملت اسلام بیرون نمیبراید، مگرم اگر با زن حائض خفت خواب را حلال شمارد کافر میشد، برای اینکه الله تعالی با نص قرآن کریم حرام کرد که به زنهای حائضه نزدیک نشوید حتی یطهرن، تا مادامی که پاکیزه شوند، یعنی حرام کرد. نزدیک شدن کسی حلال شمارد کافر میشه. اما در مسئله دبر بعضی انسان ها حدیث ها رو خطا فهمیدن و اجازت دادن از بعضی صحابه ها و تابعین و البته این غلط است و نادرست فهمیدن است، چون که الله تعالی نساؤکم حرث لکم، زنهای شما شدگارگاه های شما هست، فأتوا حرثکم، به شدگارگاهتان آید. شدگارگاه آن جایی که با آنجا کشت میکنید و از آنجا تولد میشد، حاصل میشود. شدگارگاه آنجا هست. شما به شدگارگاه هایتان آید از هر کجایی که خواستید، از بالا، از پایان، از راست، از چپ، از کجایی که خواستید در آید به همین زمین خودتان، به شدگارگاه خودتان، فقط که به شدگارگاه در آید، نه به بطلاق به قول بعضی ها. خب این حدیث صحیح است ولیکن اسنادش ضعیف است. قال الترمذی بعد اخراجه، امام ترمذی وقتی که حدیث را روایت کرده میگه لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم الاثرمي عن ابي تميمة الهجيمي عن ابي هريرة رضي الله عنه. امام ترمذی چی گفتند؟ ثم قال الترمذي بعد اخراجه لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرمي عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. گفتن که ما این حدیث نمیدانیم مگرم از طریق حکیم اثرم از ابو تمیمه از ابو هریره گفتن. ثم قال، سپس گفتن که وضعفه محمد هذا الحديث من قبل اسناده، و این حدیث را محمد از جهت اسنادش ضعیف شمارید. گفتن محمد کی است؟ محمد یعنی بخاری هست. محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیره ابن بردیزبه البخاری، یعنی همسفر، استاد، دوستشان. امام ابو عیسی ترمذی از ترمیز هستند، بخارا از بخارا هستند، هر دوشون هم تاجیک. اینا در سفرها هم یک جای بودن، در دیار مقدس، در طلب علم یک جای بودن، هم رفیق و هم محمد ابو عیسی ترمذی شاگرد حساب میشن به بخاری رحمت الله علیه. قلت لأن في اسناده حكيما الاثرمي، مصنف میگویند که من گفتم که در اسنادش حکیم اثرم هست. وقد ضعفه العلماء، علماء رحمت الله علیهم حکیم اثرم را ضعیف گفتند. فقط قال عنه الحافظ ابن حجر في تقریب التهذیب فيه لین. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه درباره حکیم اثرم گفتند که فيه لین، یعنی این یکی از اصطلاح‌های جرح و تعدیل است که در علم جرح و تعدیل انشاءالله میخوانید، از جمله اصطلاح‌های ضعیف و طعنه در راوی هست. فیه لین. خب پنجمینش حکم روایته، حکم روایتی حدیث ضعیف. حکم روایت حدیث ضعیف چی است؟ آیا جایز است
یا جایز نیست. يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها بشرطين هما. مصنف میگویند که این سخن مصنف است برادران. جایز است در نزد اهل حدیث و غیر اهل حدیث روایت کردن حدیث ضعیف. روایت، فقط روایت اگر دربارش رفت است، عمل نه. روایت کردن حدیث ضعیف و سبوکی کردن در اسنادش من غیر بیان ضعفها، اگر چنده که ضعیف بودنش بیان نکند هم اجازت است میگویند، به خلاف حدیث موضوع گفته شده، چون جایز نیست روایتش هم مگرم اگر روایت کنید با بیان وضعش، وضع بودن آن، بافته شدن آن را برای بیان کردن ممکن است که انسان روایت کند. با همون هم به شرط ها دارد. دو شرط آن را مصنف ذکر کردن. بشرطین، یعنی حدیث ضعیف روایت کردنش اجازت است، نه حدیث موضوع گفتن. حالی بعضی علما حدیث ضعیف هم اجازت نمیدانند، لیکن این رأی و اختیار مصنف است. بشرطین گفتن، با دو شرط روایت حدیث ضعیف اجازت است گفتن برادران. روایت گفتن، نه عمل کردن. الفون الا تتعلق بالعقائد كصفات الله تعالی. قسم اولش یعنی شرطش که حدیث ضعیف در همان صورت روایتش اجازت است که در مسئله اعتقاد نباشد، مانند صفتهای الله تعالی. حدیث درباره صفت الله تعالی سخن میکند، لیکن حدیث ضعیف است، روایت کردنش اجازت نیست. باء الا تكون في بيان الاحكام الشرعيه مما يتعلق بالحلال والحرام. با یعنی اینکه لا تكون في بيان الاحكام الشرعيه، همین حدیث ضعیفه که روایت کرده استادیم در بابت بیان احکام شرعی نباشد که متعلق به حلال و حرام باشد. اگر رفت و حدیث متعلق به حلال و حرام باشد و حدیث ضعیف باشد، روایت اجازت نیست روایتش، هیچ خیلی که در علم عقیده باشد. یعنی تجوز روایتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك والقصص وما أشبه ذلك. یعنی مفهوم مخالفه که در بالا گفتن، اجازت است روایت کردن حدیث ضعیف مثل موعظه ها، پند و نصیحت، و در ترغیب و ترهیب باشد. ترغیب میدونه، ترغیب و یک کار خیر مردم رو ترغیب میکنید، شوقمند میکنید. ترهیب مردم میترسونه از یک کار گناه. در همین موضوع ها باشد یا درباره قصه ها باشد و ما اشبه ذلك و به مانند همین ها باشد، اجازت است میگویم. و ممن روی عنه التساهل فی روایتها سفیان الثوری، از جمله علمایی که تساهل از آنها روایت شده است، یعنی گفتن که اجازت است که تساهل شود، یعنی سبوکی کرده شود. روایت حدیث ضعیف به سبوکی کردن، گفتن روایتش اجازت است. گفتن سفیان ثوری و عبدالرحمن بن مهدی و احمد بن حنبلی، یعنی سه نفر مثال آوردن، عبدالرحمن بن مهدی و امام احمد بعد سفیان ثوری. ثانی گفتند و ینبغی التنبه الى انك اذا رویتها من غیر اسناد فلا تقل فيه ما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم كذا. و لازم است که آگاه کنیم، یک آگاهی باید دانید که وقتی که شما حدیث ضعیف را روایت میکنید، باید که وقتی که سندش را گفتید یا اینکه بدون اسناد گفتید، در آن نگویید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم، نگویید.
و اینما تقول، بلکه میگوید که روی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم کذا، از پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین روایت شده است. میگوید چنین خبر روایت شده است. این صیغه تمریض است، صیغه بیماری هست، یعنی صیغه صحیح نیست. او بلغنا عنه کذا، یا به ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین رسیده آمد. و ما اشبه ذلك، و مانند اینها هست. لئلا تجزم بنفسك ذلك الحديث للرسول صلی الله علیه و سلم انت تعرف ضعفه، تا اینکه جزم نکنید که همین سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند و حال آنکه شما میدونید که حدیث ضعیف است. یعنی وقتی که حدیث ضعیف روایت میکنید چند شرط ها هست. یکی از شرط هاش پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند نمیگوید، روایت شده است میگوید. صحیفه 81 حکم العمل به، حکم عمل کردن به حدیث ضعیف. خب یا حدیث خوندیم، دانستیم که حدیث ضعیف است، عمل کنیم یا نکنیم. اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف، علماء رحمت الله علیهم اختلاف کردن در حدیث ضعیف، آیا عمل کنیم یا نکنیم. والذي عليه جمهور العلماء انه يستحب العمل به في بعض الاعمال في فضائل الاعمال. آن مذهبی که جمهور علما اختیار کردن مستحب است عمل کردن به حدیث ضعیف فقط در فضائل اعمال. فضائل اعمال یعنی حدیث هایی که به فضیلت یک عمل دلالت میکنند، لكن بشروط ثلاثه، لیکن و هم سه شرط دارد. اوضحها الحافظ ابن حجر، غیر اون دو شرطی که در بالا گذشت برادرای عزیز، که حدیث درباره عقیده نباشد، حدیث درباره حلال و حرام نباشد. غیر اون دو شرط با سه شرط دیگر هست. عمل کردن به حدیث ضعیف اگر ضعیفیش سخت نباشد، با همین سه شرط در نزد جمهور علما، یعنی نه همه علما هستن علمای متشددین که مطلقا حدیث ضعیف که عمل کردن اجازت نمیدونن، این این روایتش هم. یا بعضی روایتش اجازت دارن، عمل کردنش اجازت نمیدونن. سه شرطی هست که اوضحها الحافظ ابن حجر، این سه شرط را حافظ ابن حجر روشن کردن. و هی الفون ان يندرج ان يكون ضعيف، ان يكون الضعف غیر شدید، این که حدیث ضعیفی سخت نباشد، یعنی ضعیفی حدیث ضعیفی سخت نباشد. با ان يندرج الحديث تحت اصل معمول به، این که همین حدیثی که ضعیف هست و ما میخواهیم در باره آن عمل کنیم طبق آن حدیث داخل شود تحت یک اصل عمل کرده شده عام. چی معنا دارد؟ یعنی در عموم شریعت قرآن تلاوت کردن ثواب است، اجر است، قربت به سوی الله است، یعنی قرآن خواندن خوب است. و این حدیث ضعیف انسان ترغیب میکند که قرآن خواند، یا اینکه این حدیث ضعیف انسان را ترغیب به طلب علم میکند. مثلا طلب علم در شریعت مشروع هست، امر مستحب و قسمی از آن فرض است و بزرگترین عملها هست. و این حدیث ضعیف هم ترغیب به طلب علم میکند، مثلا یا ترغیب به ذکر میکند. ذکر کردن در عبادت در شریعت مشروع هست و این حدیث ضعیف ترغیب به ذکر کردن میکند. در این صورت عمل کرده می شود به همین حدیث طبق گفته جمهور علما. جیمون الله یعتقد عند العمل به ثبوته بل یعتقد الاحتیاطه، در وقت عمل کردن اعتقاد نکند که همین حدیث ثابت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم، بلکه احتیاط را نیت کند، اعتقاد کند که احتیاطاً همین حدیث را عمل میکند تا اینکه به اجر نائل شود. این سه شرط شکی از شرط های عمل کردن به حدیث ضعیف، اینا فقط در چی است؟ در
فضایل اعمال است، در تاریخ است و در قصه ها هست. خیلی که از امام احمد و از دیگرها روایت شده است که گفتند که اذا جئنا فی الحلال والحرام تشددنا فی الاسانید، وقتی که در حدیث های حلال و حرام آمدیم ما در اسناد سخت میگیریم. و اذا جئنا فی التواریخ تساهلنا، وقتی که به تاریخ آمدیم سبک میگیریم. گفتم و بعضی علما رحمت الله علیهم در علم تاریخ و در علم ترغیب و ترهیب هم گفتن ما حدیث های ضعیف قبول نمی کنیم. در همه حالات حدیث های صحیح و قرآن کریم بی حاجت کننده است از حدیث های ضعیف. گفتن خب اشهر المصنفات التي هي مظنة الضعیف، مشهورترین کتابها و مصنفاتی که آن مصنفات جای حدیث ضعیف است. حدیث ضعیف از کدام کتاب جمع کنیم، از کدام کتاب یابیم؟ درباره همین موضوع. الف الکتب التي صنفت فی بیان الضعفاء، آن کتاب هایی که نوشته شده است با مقصد بیان کردن راوی های ضعیف، شخصیت هایی که حدیث روایت میکنند لیکن آنها ضعیف هستند. کتاب های هست که نام های آنها را در آن کتاب می‌دارد و درباره آنها سخن میکند و ضعیف بودن آنها را بیان میکند. در همون کتاب ها حدیث های ضعیف یافت می شود، برای آنکه مثال می آورند. مثلا فلان حدیث را روایت کرده است، فلانی ضعیف است، فلان حدیث را روایت کرده است، حدیث ضعیف مثال می برند. که کتاب الضعفاء ابن حبان، مانند کتاب الضعفاء از آن ابن حبان، یک کتاب دارم به معنی الضعفاء. در آنجا راوی هایی که ضعیف هستند، روایت کردن از آنها نادرست است، همون راوی ها را می آورند و سبب ضعیف بودن روایت آنها را بیان میکنند و در آنجا چند مثال های به آن حدیث های ضعیفی که روایت کرد مثال میآورند. خلاصه این کتاب یکی از جایهایی که اگر خواهید که حدیث ضعیف یابید در همون کتاب ها میابید. و این چون کتاب میزان الاعتدال الذهبی، کتاب میزان اعتدال از آن امام ذهبی، کتاب که شاید در آن حدیث های ضعیف میابید. فإن مؤلفيها يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء لها. البته مؤلفین این کتاب ها ذکر میکنن یک چند مثال های را به حدیث هایی که ضعیف گشت به سبب روایت کردن همین راوی های ضعیف، اما حدیث ها ضعیف شد، مثال میارن. با اون الكتب التي صنفت في انواع من الضعيف خاصه، لیکن دویم نوع کتابایی که خاص بیان نوع از نوعهای علمی حدیث ضعیف نوشته شده است. مثل کتاب المراسیل، که کتب المراسیل مثل کتابهای مراسیل والعلل، کتابهای علل والمدرج و غیرها، مدرج و غیر مدرج. که کتاب المراسیل ابی داود، مانند کتاب مراسیل ابو داود. در این کتاب امام ابو داود صاحب سنن فقط حدیث های مرسل را ذکر میکنند. یک کتاب تمامش از ابو داود تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرد، لیکن حدیث مرسل است. مرسل میدانید و مرسل منه الصحابی سقط گفتن باید کنید. مرسل آن حدیث را گفته میشد که صحابی افتیده باشد، از تابعین مباشرتا از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کنند. تابعین پیامبر ندیده است، صلی الله علیه و سلم نشنیده است و نخورده است، از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت. این حدیث مرسل است، یکی از نوعهای حدیث ضعیف است. یا اینکه کتاب العلل للدارقطنی، یا کتاب علل از آن امام دارقطنی، یا موضوعات ابن الجوزی. موضوعات ابن الجوزی 4 مجلد است برادرها، میگیرید میخوانید، حدیث های موضوع هست. کتاب طهارت، باب آب، حدیث هایی که درباره آب از پیامبر اسلام روایت شده است میبیارن. و حدیث هایی که درباره ظرفی که طهارت میکنید حدیث های موضوع باشد میبیارن. بعد درباره صفت طهارت حدیث هایی که موضوع است. بعد درباره شکننده های طهارت حدیث هایی که موضوع است. بعد درباره حدیث های موضوعی که آید به حاجتخانه و آداب آن است. و خلاصه درباره حیض و نفاس است. همین گونه هم حدیث ها رو کتاب طهارت که غسل تمام شد، بعد کتاب نماز، بعد کتاب زکات، روزه،
حج، بعد جهاد، بعد طلاق، بعد نکاح، بعد قضا، بعد خرید و فروش با تمام انواعش تا آخری بابهای علمی میبیارن. در هر یک باب حدیث های موضوع رو جمع کردگی هستند. بسیار کتاب شوق آور و خنده آور و باید طالب علم از آن آگاهی داشته باشد. فقط عاید حدیث های موضوع هست. ما گفتیم که حدیث ها 50 نوع زیاده هست. حدیث های ضعیف، یکی از بدترین نوعهای حدیث ضعیف این حدیث موضوع هست که کتاب موضوعات ابن الجوزی را مثال آوردیم. والله تعالی اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. تا همینجا کفایتی میکنیم. من یکم اگر سوال ها باشد برادر عزیز مرحمت. عاید درسی همین گذشته یا که غیر این سوالاتید. السلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نظر آیین همو شعری که برای مفهول از این کتابت صحابی خلق کردی باشد حدیث مرسلت. وقتی که صحابی مثلا ما میدونیم صحابی آمد اوضو نداره میاد و مشکلی صحابی ندارن بدانیم حدیث که صحابی خلق کردی باشد چی حاجت است مثلا برای حدیث ضعیف صحیح؟ سوال خوب. این درباره مرسل است برادر. مرسل یک نوع حدیث ضعیف است. حالا انشالله ممکن اول مرسل هم در درس های آینده می آید. مرسل حدیثی که از وی صحابی افتیده است. لیکن وقتی که ما دانیم که از همین سند فقط صحابی افتیده باشد به یگان شبهه حدیث صحیح می شود. لیکن احتمال زیاد است که تابعین از تابعین روایت کرده است. تابعین ها بعضی حدیث ها است که 3 نفر 4 نفر تابعین از همدیگر روایت کردگی است. مثلا حدیثی انما الاعمال بالنیات گیرید، بعد از عمر رضی الله عنه علقمه روایت میکنند. علقمه، یحیی ابن سعید، محمد ابن ابراهیم همش تابعین است. 3 راوی پی هم تابعین است. ما خوف ما از تابعین است. احتمال است که این تابعین اگر صحابه را میداند، این اگر از صحابه چی میکرد اگم چی نمیداشت مشکل نمیداشت از صحابه را ذکر میکرد. این یک بار از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت دارد که تا اینکه گمان کرده شود که فقط صحابه افتیده است. احتمال که به تابعین افتانید و تابعین از جانب الله تعالی دلیلی صریح نیست برای صحیح بودن روایت آنها، اما صحابه ها همشون عدول هستند از اولینشون تا آخرینشون. صحابه که یک مراتبه از دور پیامبر صلی الله علیه وسلم در حجة الوداع دید، انا صحابه هست. انا همون اگر روایت کند یا همون اگر هم کس افتاند حدیث صحیح است. لیکن خوف علما از تابعین است که احتمال که تابعین یکان تابعین دیگر را ذکر نکرد. برای همین بعضی علما گفتند که مرسل های سعید ابن مسیب پیوست است گفتند، متصل است گفتند. برای آن که تفتیش کرده شد دیده برآمده شد که هر مرسل های سعید ابن مسیب از صحابه ها هست. فقط صحابه افتانده. برای آن که سعید ابن مسیب سید تابعین هستند، یعنی مرتبه شان در بین تابعین مثل ابوبکر در بین صحابه ها هست. اگرچه به سعید ابن مسیب مثلا از جانب الله از جانب رسول الله دلیل نیست، برای ابوبکر صدها دلیل است برای بزرگ بودن ابوبکر از تمام امت، از تمام صحابه ها. برای سعید ابن مسیب دلیل نیست، لیکن قول صحیح از جمع اقوال علما و از آنهایی که تتبع استقرا کردن سید تابعین سعید ابن مسیب است. هم از جهت وزنین بودن علمش و تقوایش و عملش و قوتش سعید ابن مسیب است. میگویند که تفتیش کرده شد مرسل های سعید ابن مسیب را، دیده شد که همه مرسل های سعید ابن مسیب فقط صحابه افتانیده است. یعنی از پیامبر اسلام گاه سعید ابن مسیب مباشرتا روایت میکنه و حدیثاش بعضی علما صحیح گفتن. لیکن ما عموما مرسل یکی از قسم های حدیثی
ضعیف حساب میشد برادر عزیز.